این سوال مطرح میشه که معاد چه معنا دارد و چگونه باید کیفیت معاد رو توضیح داد. ما اضافه میکنیم و میپرسیم مبدأ چیست؟ چون این دو اصطلاح مبدأ و معاد با هم به کار میره و به عنوان علم مبدأ و علم معاد هم ازش یاد میشه. پس برای شناخت معاد مبدأ هم باید بررسی کرد. وقتی هم مراجعه میکنیم به آیات قرآن میبینیم که به طور مکرر این دو تعبیر و این دو اصطلاح با هم به کار رفته. توجه بفرمایید به چند آیه از آیات که ذکر بدء و عود، ذکر مبدأ و معاد در آن با هم شده. از جمله میفرماید در آیه اول کما بدأکم تعودون، همسانی و همراهی این بدء و عود رو میرساند. آیه دوم الله یبدأ الخلق ثم یعیده، فقط یک جا یا دو جا نیست که بحث بدء و عود با هم میاد، به طور مکرر. آیه سوم انه یبدأ الخلق ثم یعیده. آیه چهارم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مره. سوال میکنند که چه کسی اعاده میکند و بر میگرداند ما را و عود میدهد، معاد برای ما در نظر گرفته. قل الذی فطرکم اول مره، آن کسی که بدء رو برای شما در نظر گرفت. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. در آیه دیگر در سوره مبارکه عنکبوت است که اولم یروا کیف یبدأ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر. کیف یبدأ الله الخلق ثم یعیده، سوال میکنند چگونه است جریان پیدایش خلق و چگونه است جریان عود و بازگشت و معاد خلق. آیه دیگر والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. آیه هشتم و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه. چقدر به طور مکرر در قرآن بدء و عود با هم به کار رفته. آیه 9 کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا. همان گونه که خلقت آغاز شد، بدئی داشت، سرچشمه ای داشت، معاد هم برای خلق در نظر گرفته شده. خب این نشان دهنده همراهی این دو اصطلاحی نمونه ای بود از این آیات. 9 آیه اشاره گردید.